سلام خدمت همه دوستان و هم شهریا و هم ولایتیا و همه ایرانیای کل دنیا، حالا هر کجایی که هستید، انشالله که دلتون سالم باشد و خوش باشید. امروز میخوام براتون بریون درست کنم، بریون اصفهان، غذای سنتی شهر قشنگ خودمونو. سعی میکنم که با اصیل ترین دستور پخت براتون تا اون جایی که میتونم براتون توضیح بدم و این غذا رو با هم دیگه بپزیم. انشالله شما هم وقت کنید تو خونه های خودتون بپزین و ازش لذت ببرین. خب ببین دادا، امروز بچه ها ما هوس بریون کردن. یه چیزی باید بگم که اشتباه هم به این غذایی که ما میخوایم بپزیم میگم بریونی. نه دادا، بریون درست است. اون جایی که بریون میپزن اونجا بریونی است، مثل کباب و کبابی. ما هم میخوایم بریون بپزیم. اولین چیزی که لازم داریم گوشتی گوسفند است. خود اصفهانی‌ها میگن که بهترین جای گوسفند واسه بریون قربگاه گوسفند است و سردستش. حالا اگه بخواد چرب تر بگیرید میری سمتی قربگاه، اگه بخواد چربیش کم تر باشه میای سمتی سردست. حالا ما با توجه به مهمونایی که داریم هول و هوش 1.5 کیلو گوشت برداشتیم. این گوشت رو فعلا میشوریم و آمادش میکنیم تا بریم واسه قسمت پخته. این گوشتی باید شست و گوشتی تازه هم هست و البته نمیخوایم خیلی الان این چربیاش و گیسیاش و ایناشو بگیریم. وقتی پخت راحت تر جدا میشه و این الان برای ما یه خورده سخت است بخوام همه اینا رو قشنگ تمیز کنیم. اینقدری که خون آبه نداشته باشه و گوشت تمیز بشه برای ما کافیه. یه چیز دیگه هم که من خودم خیلی توی بریون دوست دارم دنبه است. اصلا بریون اگه دنبه نداشته باشه مزه ای رو که تو ذهنم بچگی های ما داشته اصلا و ابدا نخواهد داشت. حالا این دیگه بستگی به خودتونه. میخواین فقط از چرب گوشت استفاده کنید، نمیخواین یه خورده دنبه هم بهش بزنید، علاوه‌اش هم خیلی 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 عالی میشه. خب این گوشت رو که شستیم، اما مگه بریون بدون شش دنبه میشه؟ این هم جیگر سفید است و یا بعضیا بهش میگن شش ولی ما میگیم جیگر سفید. این نگاه به این قیافش نکنین وقتی این خوب پخته بشه کنار بریون عالی است. اصلا طعمش با اون چیزی که تو ذهن دونست زمین تا آسمون متفاوت است. خب دو تاش شش داریم ولی من یه دونش رو استفاده میکنم. این قسمتی که بهش میگن خورتون، خرخره، نمیدونم نای، ولی ما اسمانیا بهش میگیم ناقلوسی. این ناقلوسیشو باید جدا کنیم. این توی گوشت و توی پختش نباید بیاد چون زیر دندون میاد و خیلی خوششون نمیاد. ما هم میشونیمش و جداش میکنیم. این چربیای اضافه اینا همه باید جدا بشه. حالا من یه خورده با دست جدا میکنم ولی بعدم که پخت راحت در جدا میشه. خب قبل از اینکه اینو بپزم اجازه بدید من این ناقلوسیشو جدا کنم. ما که بچه بودیم یادم است تو کبابیا و تو جیگرکیا خیلی اینا دوست می داشتن. من نمیدونم چرا بعضی اینا رو دوست داشتن زیر دندونشون قرچ و قورچ میکنه. من که خوشم نمیاد. حالا نمیدونم چیه داستان ولی میدونم خیلی ها دوست داره. واسه اینکه خوب پخته بشه و زمانی زیادی نخواد اینا به تیکه‌های کوچیک‌تری هم میتونیم تقسیم کنیم. شوشو توی قابلمه کوچیک میذاریمشو و که خوش طعم تر بشه یه تیکه از این دنبه هایی که قبلا شستیم هم بهش اضافه میکنیم و
حالا پیازم میخواد و یکم دارچین، 2 تا لیوانم آب، همین بسش است. 2 تا پیاز متوسط پوست میگیریم و نمیخواد خوردش کنید، همین 4 قاچش کنید کافیه. این فلفل سیاه همینقدر بسش است. یه دونه چوبی دارچین، یه کمی هم نمک، همینقدر بسش است. بعدا همه اینا رو اندازه میکنیم. درش هم میذاریم و میریم سراغ گوشتمون. گوشتمون هم واسه اینکه زود بپزه خوب له بشه و مغز پخت بشه، یه خورده تیکاشو کوچیک میگیری، همین اندازه کافیه. چون این گوشت بعد از اینکه خوب پخته شد ما باید چرخش کنیم. این هم قسمت‌هایی مربوط به دنده است که قصابمون زحمت کشید است و خودش جداش کرده است. و دنبه، من عاشقی دنبه، هم تو بریون هم تو آبگوشت. حالا دیگه خودتون میدونید باعث چاقی هم عصانی میشه. حالا اون دوستایی که این فیلم رو میبینن احیانا اهل اسپون باشن، شاید به لهجه ما یک کمی ایراد بگیرن که خب حقم دارن. من اصالتاً بچه اصفهانم و مامان و بابای خدا بیامردم هم اهل اصفهان بودن و نسل در نسل اصفهان بودیم. اما خب اومدن به تهران و زندگی شهرنشینی و داستانهای دیگه باعث شد یه خورده لهجه‌مون کم بشه و کمتر از لهجه قشنگ اصفهانی استفاده کنیم. حالا اگه یه جایی دیدید که لهجه من مطابق میلتون نیست، شما به بزرگی خودتون ببخشید. خب داداحتی هاشم همون است و زرچوب است و دارچین و فلفل سیاه، نمک هم اینجا نمیزنیم. خودتون میدونید که اگه به گوشت موقع پخت اولش نمک بزنیم گوشتش سفت میشه. پس همون دارچین و فلفل سیاه و زرچوبه واسش کافیه. این از ادویه‌هاش و میریم که آب بریزیم و بذاریم کامون خوب بپزه. ببینید این قسمت پخت گوشت از چند جهت مهمه. همین که گوشت باید خوب پخته بشه، همین که این آب گوشتی که بعدش میمونه خودش یه غذای دیگه است، اصلا یه داستان دیگه است. پس نه اینقدر آب زیاد میریزیم کار مزه آب گوشتمون کم بشه، نه اینقدر کم که بعدا نتونیم ازش استفاده خوب بکنیم. و میره طول و حوش یه ساعت و ربع تا خوب بپزدیم، بعد میام خدمتتون. خب فکر میکنم که دیگه گوشتمون پخته است. من خاموشش کردم و حالا میذارم که بخارش بره و بعد بازش کنم. این گوشت رو باید بذاریم خنک بشه، بعد چرخش بکنیم. ولی دیگه رسیدمون یه کمی دیگه میخواد. بذار ببینیم پخته است یا نه. بله پخته است به اندازه کافی و الان باید گوشت رو از آب جدا کنیم، بذاریم گوشت خوب خنک بشه، تمیزش کنیم اگه چیز اضافی توش هست و بعدم باید چرخش کنیم. آب گوشتم چون ما توش دارچین زدیم و پیاز زدیم و اینا، بعد صافش میکنیم تا آماده بشه برای آب گوشتی کنار بریون. این آب گوشتم خیلی خیلی لذیذ است. حالا نمک و ادویه‌اش اندازه میکنیم
ببینید این دارچینی که توش بوده حتما باید جدا کنیم، یه موقع نرد لای گوشتا و چرخ بشد که خیلی تلخش میکنه. یه نکته دیگه هم که داره این که یه خورده بعد بذاریم خنک بشه این آبگوشت. این چربی که روش جمع میشه ما بعدن این چربی رو لازم داریم یکم خنک بشه. من چربی روش رو جمع میکنم، خود آبگوشتم میذارم کنار واسه یه آبگوشت. گوشتمون رو گذاشتیم خنک شد و حالا باید این نگاهی بکنیم ببینیم مثلا پوست اضافه‌ای، شعره‌ای، نمیدونم استخونی چیزی توش یه موقع جا نمونده باشه چون میخوایم چرخش کنیم. من اینا رو نگاه میکنم، مثلا این خوب نیست تو گوشت بمونه، این یه باقی مونده یه استخونه کتف است و اینا رو باید جدا کنیم. پوستم جدا کنید خیلی بهتر است، غذاتون تمیزتر و طعمش خیلی بهتر میشه. تو چرخ گوشت میره دا خوردم میشد ولی خب نباشد بهتر است. این پوستایی که من خودم ترجیح میدم که این سفتاشو جدا کنم و نباشد مثلا این نباشد که خیلی خوب است و تمام. خب حالا آب گوشتمون هم ببینید توش پیاز است و پوستی دارچین، اینو ما باید صافش بکنیم. من با همین سماق پالونی که اینجا داریم، این هم یکی از اون اصطلاحات خاص اسپانیا، به آبکش میگن سماق پالون. شاید خیلی یادو نشنیده باشی ولی اسپانیایی اصیل به آبکش میگن سماق پالون. پالون یعنی پالوندن و چلوندن. سماق هم همون سوراخ است که تو گویش یواش یواش تغییر کرده است و شده سماق. ما میبش سماق پالون. این آبگوشت تو من صافش کردم، این پیاز و ادویجاتی که احیانا توش مونده است اینا رو ما نمیخوایم، میذاریمش کنار. حالا قبل از اینکه من این گوشت رو ببرم چرخش کنم باید این چربی که روی آبگوشت هست و یه مقدارش رو جدا کنم چون لازم دارم و موقع پخت اصل بریون استفاده میشه. من این چربی رو جدا میکنم، آبگوشت رو برمیگردونم تو قابلمه، آب میذارم کوچولو قل ریز بزنه که هم یه خورده غلیظ بشه و هم داغ بمونه تا موقعی که ما میخوایم ازش استفاده بکنیم. این چربی روش رو جمع میکنم انقدری که لازم دارم، نه اینکه همشه، چون خودی آب گوشتم باید چرب و چیلی باشد. انقدری که من برای پخت بریونی واسه اون کف گرام لازم دارم از روغن روی این واسه خودم جدا میکنم. این خیلی نکته مهمی است، چون اگه شما از این چربی به زیر بریوندون موقع پخت و کباب کردن و سرخ کردن نزنی به ته کفگیرتون میچسبه، خوب جدا نمیشه و خود بریونتون هم یه خورده خوش میشه. این اندازه واسه پخت بریون هم کافی است. چیکار میکنم؟ این آبگوشت رو برمیگردونم تو ظرفی خودش، آذیرش رو روشن میکنم، میذارم خیلی کوچولو قل بخوره، هم داغ بمونه هم یه خورده غلیظ بشه. اینم میذارمش کنار واسه موقعی که میخوام بریون رو بپزم. حالا باید این گوشت رو چرخش کنم. این چرخ گوشت آماده است، اما دو تا نکته مهم. ما هم نعنا خشک لازم داریم واسه اینکه عطر و بوی این گوشتمون زیاد بشه که این باشه، هم نعنا تازه، هر جفت اینا لازم است. من باید این گوشت رو 2 بار چرخش کنم و هر بار که چرخش میکنم یه مقدار از این سبزی بهش میزنم تا خوب داخلش مخلوط بشه و یه کمی هم زعفرون. اینم زعفرون آب کرده و آماده.
این دفعه اول که چرخش کردیم نعنا هم تازه بهش زدیم و هم خوش بهش زدیم. حالا یکم بهش زعفرون هم اضافه میکنیم. یه خورده اینا رو با هم مخلوط میکنیم تا اون سبزیجات و دنبه و گوشت کم چرب و پر چرب و اینا همه با هم یه دست بشه. نمکم یادمون نره یادتون باشد ما موقع پخت این گوشت اصلا بهش نمک نزدیم، ولی الان دیگه نمک رو باید بهش اضافه کنیم. تو این مرحله یه خورده گوشت رو مزه میکنیم ببینیم اگه فلفلی یا باز نمکی چیزی بخواد همینجا بهش اضافه کنیم. خب یکم دیگه نمک میخواد و خوب اینو مخلوطش میکنیم تا یه دست بشه و میریم برای چرخی دوم. خب ما گوشتمون رو چرخ کردیم، فقط یادتون باشه چون با شش دنبه رو هم باید چرخش کنیم، همیشه اول باید گوشت رو چرخش کنیم چون نمیخوایم اینو باز تمیزش بکنیم. شش نباید قاطی گوشتمون بشه و پخته بشه، شش باید جداگونه باشه. یه خورده گوشتمون داخل شش دنبه بشه هیچ اشکالی نداره، اما شش نباید داخلی گوشت ما بشه. برای همین من اول گوشتمون رو چرخ کردم، تموم شد میذارمش کنار، میرم سراغ شش، اونم که پخته است و خنک شده است اونم میام چرخش میکنم. شش و دنبمونم که پخته است و آماده است، اینم باید خنک بشه. میبریم برای اینکه چرخش کنیم. اینم عین همون گوشت، همون کاری که کردیم، منتها نه نانی میخواد، فقط چرخش کنیم. اینم که دوبار چرخ کردیم و حالا یکم نمک و فلفل بهش میزنیم تا طعمش کامل باشه واسه خوردن. من موقعی که خودم بریون درست میکنم این شش دنبه رو به همین شکل استفاده میکنم، اما یادم است که بعضی از دوستانی بریونی توی اصفهان برای اینکه به بعضی از ذائقه ها خوش در بیاد اینو با یک کمی روغن حیوانی یه تفتی شرم بهش میدن. بعضی هم اینجوری دوست دارم، ولی اصل بریون اصفهان این است که همینی که خدمتتون عرض میکنم. همین رو دوبار چرخش میکنین و میذارینش کنار به عنوان کنار بریون میل بفرمان. جای همدون خالی، جای همدون خالی. خیلی خوشمزه شده است. انشالله خودتون هم درست کنین و نوش جون بفرمایید. اینم آماده است. ما میریم که بریونمون رو روی زغال آماده کنیم. من سوال کردم که این چی است که پوشیدی؟ میخوام بگم که این لباس سنتی ماست. ما زمانی قاجار، شاه عباس همه از این لباس ها میپوشیدن با این طرحهای خوشگله با تجقه‌ای که شما میبینید و با پارچه‌های اعلا و بعضن زربفت و اینا که واقعا لباسی زیبا و برازنده مرد ایرانی بوده. حالا بعد کت و شلوار تنمون کردم، ولی من اینو چند سال پیش 10 سال پیش میدونی نقش جهان میدون امام سفارش دادم و هر موقع فرصتی بشه مثل شب یلا و مناسبتی باشد من اینو میپوشم، خیلی دوستش دارم. این کفگیرای بریونی که مسست و دست آهنی داره و مخصوص همین کار ساخته شده، خیلی هم ساده است، هم میتونید پیدا کنید تو اصفهان که فراوون است. اون چربی
گوشتو که گفتم جدا کنیم مال این داستانه. حتما باید کف این کفگیرمونو با این روغنی که از گوشتمون جدا کردیم، از آب گوشتمون جدا کردیم، باید چرب بکنیم. اصلا این غذاست و دارچین میزنیم، یه گلوله از این گوشت رو ور میداریم و توی این کفگیرمون پهن میکنیم جوری که یه دست و یک نواخت بشه و کل کفگیر ما رو پر کنه. حالا قدیما که گاز و اینجور چیزا نبود که زغال بود، آتیش. ما هم میایم این بریون رو روی زغال برادمون کباب میکنیم. رو هوشی 2-3 دقیقه طول میکشه تا این آماده بشه. حواستون هم باشه که نسوزه. این غذا گرم میشه و زیرش کباب میشه و آجا همه دون خالی. همینجور که این داره به اواخر پخت خودش نزدیک میشه، ما باید نونش هم آماده کنیم. ببینید بریون همه اون چیزایی که تا حالا خدمتتون گفتم یه طرف، آن نون محلی اصفهانی هم یه طرف. اگه تونستید نون محلی پیدا بکنید که دیگه فبه ها. من اینجا دارم و بهتون نشون میدم. نون کامل سنتی اصفهان است که با آرد کامل پخته شده است. داخلش شنبلیله و سیادونه و کنجد و اینا هستش که خیلی طعم خوبی داره و بوی خیلی خوبی داره. حذفش هم خیلی آسون است. بریون با این نون میچسبه. این نون رو باید قبلش یه کوچولو آماده کنیم. این نونی که میخوام بریون رو توش خالی بکنیم، روغنی رو که داریم از همون آب گوشت جدا کردیم، یه خورده ته یه سینی یا یه مایتابه بزرگ میذاریم که گرم بشه و یه خورده هم از این آب گوشت، حالا هر چقدر طبعتون میکشه، چرب تر یا کم تر، از این روغن روش میدیم و میذارید گرم بشه. بریون رو میارید روی این خالی میکنیم. سرخ شد و ما میام اینجوری خالیش میکنیم روی نونمون که پخته شد. یکم از این ششتون به میاد بغلش. بهترین سبزی واسه این غذا ریحون است. اینم ریحونو، یه تیکه پیاز و یه برش لیمو، یه خوردم مغز گردو. اینم بریونیه اصفهان. انشالله که بخورین ازش لذت ببرید. آب گوشتم که ما اینجا گذاشتیم و کوچولو قلیده است. یه مقداریشو به ظرف آب گوشتمون که میخوایم توش نون تریت کنیم میریزیم و این آب گوشت، اینم کشک، اینم کشک اصیل. یه 2 تا قاشق کشک میریزیم داخلشو، از همون نون خونگی توش تریت میکنیم و نوش جوندون. بفرمایید نوش جوندون. بجا شما آب گوشت میخوای؟ برایشون هم بذار. من تو همون میخورم، واسه من اون کمه، واسه خودتون بذارین و بفرمایید.